هر جا که ما میریم طرفای پلوسش فقط میبینیم. هندوستان جزیره میگن و خیلی که وایما میکنن و خیلی نیست جزیر پذیر نیست 100% اینا را یا اونجا جزیری نداره. اکل باید در جای جزیری توزگی هست. این مثال نگاو میگرده این معنی را نداره که جزیره اکل ما فکر میکنم ده هر کس فکر شخصی خود شایو اکل گاو که مثال کم ترک خدر میکنن دیگه او را نمیشه و که مثال بگیرید چیز کنی یکم پرد سر کنی تو دست و ده اتاق خی شهر اینا اغزه ای همه چیز خوبش چی مو همیجا فهمیدیم که خلقش به حد خلق مهنت کشه 1 سومون میوان 10 سومون میوان که مهنت میکنن. این خیلی ریکشه ها دورن از یکم ریکشه بگذارن نشون میتیم نه خیلی الکترونی ریکشه کروچی اینا آدم کشیده سه اینا ایش خود چای ریکشه هایی که خودش کشیده سنده میگیرن مثل 20 روپی 10 روپی 2 سومون 1 سومون میشه خیلی میبرن. شما چی میخواین در برای همه هندوستان بدونید مرحمت ما تیاره که شما در خیلی جیوی ویدیو کنیم به یکون منتج به یکون چیز و یک چیز دیگه که جدا برای اکانوم که هست با فکرم نمیدونم یا برای اکانوم یا برای چی یا که برای ماشینا بسیار ترکن بسیارتر موتورسیکل استفاده میبرن سکوتر و موتورسیکل اینا باید رکشه دیگه خودش میشینه رنگ ویلی قفوش ده چیزه. خوب سلامت باشین به همین کانالی ما پادپیسات کنین فکرتون نویسین معقول نیست